شهرام بهرام. قسمت اول. شهرام بهرام یه آدم معمولی که در خانواده معمولی تر چشم به جهان گشود. میخواست ازدواج کنه، معروف شه تا نسل بعدیش از خودش معمولی تر نشه، اما خب کار نداشت. از این رو رفت به وزارت ارشاد که مجوز بگیره ولی برق نبود. به اداره برق رفت اما ارشاد نبود. ارشاد سیمکشه، رفیقشه. اونا قبلا با هم کارهای هنری میکردن و حالا ولش کن. دوباره رفت ارشاد اما به خاطر تشابه اسمی و قیافه‌ای به یه خواننده معروف بهش مجوز ندادن. تصمیم گرفت اسمش رو اساسی عوض کنه. فکر کرد گذاشت بهرام شهرام. خیلی خلاقانه. ارشاد سیمکش که تو صدا سیما آشنا داشت معرفیش کرد به صدا سیما، اما تو صدا سیما به گل بیشتر از اساس اهمیت میدادن. خودش رو پاره کرد ولی گلا بیشتر ازش دیده شدن. اینجوری شد که دیگه کارش رسید به نوازندگی خیابونی با شرافت، اما مردم بیشتر دامبولیکو از اینا دوست داشتن. خوشگلا باید برقصن، خوشگلا باید برقصن. دیگه خسته و شکست خورده از عشق و کار و همه چی تصمیم گرفت تمام کنین بازی کسی. 2 تا سیم لخت همینجوری بی ربط گیر آورد، زد به هم. خودش سالم موند ولی برق کل شهر رو پروند. پلیس مثل همیشه به موقع رسید. بهرام شهرام آخرین ظرفیت برق در اوج مصرف رو هدر داده بود و واسه همین به خاطر سیمای لخت افتاد زندان. بهرام تو زندان شروع کرد به هنرنمایی.